حدیثی هست که اگر لا اله الا الله اگر جنت میدرم که همین حدیث اینو وایش هست اگر کافر هم پیش از وفاتش لا اله الا الله گفت جنت میدره، لیکن برای کی موفق میسر میشد که پیش از وفات لا اله الا الله گفته تواند؟ این آسان نیست. آن آدمی که ریشش در دین مقدس اسلام سفید شده است تمنا میکند که پیش از وفات زبانش به لا اله الا الله گردد. این زبان در اون وقت شما اطاعت نمیکند. این نعمتی بزرگ است و بزرگترین نعمت است که انسان در آخرین لحظه تواند گفته لا اله الا الله. بنابراین این به هر کی موفق نمیشد. اگر رفت و گوید بله طبق حدیث من کان آخر کلامه من الدنیا لا اله الا الله دخل الجنه، کسی که اگر آخرین سخنش از این دنیا لا اله الا الله شد و وارد جنت می شود. اگر چنده که از این پیش چی کارایی کردگی نباشد، اگر چنده که ابوذر بینیش به خاک مالد که پروردگار همین آدم ندرآید، این آدم گناه های زیاد کرده بود، لا اله الا الله گفته وفات کرده که ندرآید، گفته ابوذر بینیش به خاک مالده التجا کنده میدرآید، گفتن پیامبر صلی الله علیه و سلم. لا اله الا الله بزرگ است. اگر 7 قبض آسمان و زمین و تمام مخلوقات و موجوداتی که در آسمان های زمین ها هست در یک پهلوی ترازو مانید با همراهی جنت و دوزخش، لا اله الا الله به یک پهلوی ترازو مانید مالت بهن لا اله الا الله، لا اله الا الله وزنی میکند. این لا اله الا الله کلمه ای که دنیا و جنت و دوزخ برای همین آفریده شده است. این آسان نیست اینه گفتن در وقتی کندن جان، در وقتی وفات و هلاک. بارک الله فیک، جزاکم الله خیر استاد. ایاکم. استاد همین ممکنه بزنیم همین کلمه لا اله الا الله گفته آدم هم باشد که و این معنا نیست که همون تمام باید جنتی و دیگه سوال جواب نمیشد، گفته که معنا ندارد. نه اینجا برابر همین سوال جواب میکند. شاید به دوزخ درآید لیکن به جنت می درآید. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم کسی آخرین کلامش لا اله الا الله باشد به جنت می درآید گفتن. نگفتن که به حساب و کتاب می درآید، نگفتن که به دوزخ نمی درآید. شاید به دوزخ درآید. و این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیه. یگان کسی نیست که به دوزخ ندرآید. دیگه آیت است. بنابراین بعضی علما همجا میخونن گریه میکردن و این منکم الا واردها، یگان کسی نیست از بین شما مگر هم به دوزخ می درآید. کان علی ربک حتما مقضیا، این بر ذمه پروردگار یک حتمی هست همه شما رو به دوزخ در آوردن. بنابراین بعضی علما گفتن که از بالای همون پل صراط گذشتن انا همین است گفتن، یعنی که از بالای دوزخ میگذرید جانتون به لب میرسد، اون از بالای پل صراط میگذرید. بله. جزاکم الله. استاد اگر 70,000 نفری که به حساب و کتاب وارد جنت میشود ما هم دوزخ میدرون دیگه از روی این حدیث. این حدیث نیست، این آیت است. آیت. نه اکو مثلا گفتن 70,000 نفری که به حساب و کتاب میدرآید. نه اونا به حساب و کتاب میدرآیند، لیکن معنای این آیت بعضی علما میگن که اهم کمترین قدرش از بالای پل صراط میگذره در بالای دوزخ. اگر افتیدید به دوزخ می افتید. مقصد گویا که از بالای دوزخ گذشتید، مقصد بسیار انسان می ترسد در این حالت که احتمال افتیدنش است. مسلمان وفات میکند و به کلمه میرد، این یعنی که زیان نمیکنند برای اکون گفتنی شاید به کلمه رود و با جنتی باشد به سبب دیگر عملهاش، لیکن این یک دلیل بقوت برای مقصد فضیلتی عظیم که انسان پیش از وفاتش لا اله الا الله تلفظ کرده تواند. به هر کی میسر نمیشدین. لیکن به گفتن این سخن هم وفات کند، این دلالت هم نمی کند که به دوزخ رفت.